هی بار چا چا اول اصلا خیلی خوشحال دیدیم رو بچه با اتکمنت گمچ ADS میبینید ADS راست رو میبینید بچه ها قبل میبینید خیلی خوشحال شدم کانال سابسکرایب و لایک کنید بچه ها امروز اومدیم با اتاشون گاد RUS یا همون راست خودمون میشیم راستی RUS چی بود بچه کف لس آنجلس نیست گفت نه سابسکرایب یادتون نره لایک یادتون نره کامنت هم یادتون نره عشق من بچه‌ها بعد چند هفته یک هفته واسه حساب کنم 4 روزه یه هفتهش کنم بچه‌ها اتچمنت رو جلوتر با فینیرفی نداشتم ولی کنترل و بعد ارم مدل ایتا فایل همه رو گذاشتم چی ازش چیه دمج و کنترل همه رو گذاشتم بچه‌ها 169 تاییم دیشب ساعت 3 بود این ویدیو گذاشتم از آبیو بخوام ببخشید بچه‌ها دیروز ویدیو گذاشتم شد این اتچمنت راست جلوتر هم ویدیو کاملش اینجا هست می‌بینید بعد این ویدیو اول فایل ویدیو چی گوشی رو باز کردم تو یوتیوب بچه‌ها 169 تا این خب بچه‌ها الان با فینرفین میدم با فینرفینم خب دمیجش 28 بچه‌ها اکوریسی هم دقت گان 67 در داشورا یه جلم میام یه لحظه وایسین عشق من بچه‌ها دوباره برگشتم خب 54% رنج داره و درصد 61 درصد هم کنترل داره درصد چیه بچه قضیه رو نمیدونم مهم نیت و بوده همیشه هست خب بچه این داشتم یک دوش تمام مهلت نمیتونه گاند در سویچ کن مثلا گو میخوره گاند در میره گوش لابی حاجی با رفیقم بودن یا استون میشستیم قطعا ویدیو گذاشتیم رفیقه میشه شیشمه شماره دو واقعا فاز در گرفتم چی یارو ندید و اونم یارو ندید مهمیت میخوایم بریم بیرون اگه شد اونجا با هم وایس میگیریم تو بیرون خیلی حال میده واقعا خب داشتم چی میگفتم داشورو یه از وایس آبی من بخوام یادم میاد یه آب میخوام یادم من باید ادی نه همین جلوتر میبینیم حالا اولشو به یارو اسنایپ زدم دومیشو هم زدم با اسنایپ مرد من اینکه اسنایپ بدک نیست انا میتونم اسنایپ کمی گوی بخورم خب بعد یارو گفتم داش عشق من گفتم چی داری بودم اوکی داش من اگه چیتر بودم یاروش چی یاروش خوردم گفتم من چیتر بودم یارات من نمیتونستم بزنم چون کنی کیکزار خورد ببینید دمیج خارمادر میده گفتم تو هد 40 تا میده 48 اینا بعد یاراش من زنگ گفت اگه من چیتر بودم یاراتو میزدم رفتیم جلوتر بازی وین کردیم گفتم داداش خوبی گفت تو گم نخواد چیتری گفتم نوکرتم گفت حالا چیتری حالا این چی بود یه نیت پرت کرد خب از ببینیم جلوتر اتشمن بچه آخری ویدیو گذاشتم بریم 5 دقیقه است دیگه ویدیو رو سعی کنیم بچه‌ها ببینیم یه شاتگانش اومد به خود به داشار دیگه داشار کجایید اومد داشار رو ببینیم رفت لابی بچه جلوتر با یه اتشمن انمی رایتک بود یا آرتیک یک هدو ماماندوزی زدم یکی سریعتا چون خوب شد بچه بگم چون نبودم بعد جا داشتم اتش نه بیشرف هم داشت بیناموسم داشتم بچه داماس رو باز میکردم اینجا یارو با من فاز جنگ اینجا یه دونه ترپ زدم تمام داشار میسیان حالا چون نبودم داشتم بچه داماس باز میکردم من فکرم الکاویسیا رو یکی سیفتر گولد کردم دیگه بقیه گانا دیگه نصفشون رفتم این کار ندارم SMG هم که آریوس گولد جو نذاشتمش فنک گولد میکنم مکتون کار ندارم خب این جوتا چی میشه اینجا یه نید انداخت طرف تو شورت یارو آره فهمی یارو چیزی میمیره کارا کنن یه تیر زد بهم نه با چی زد میزنه تیر زدم بهش بخوره با چی مرد با ترپ مرد کاملا منطقی اگه بودم بازی باقم فایت میکردم یه داش اومد یه شات وست شگرد و دومین شات هم داش فور لابی واقعا مثلا حال کردم ایجاد که داش اورا داشار این بازی وین نمیکنه بهتون بگم داشار بازی وین نمیکنه آره اشای کوچیک من فکر میکنم چه از وایسین بچه آبی بخورم واقعا ببخش بچه خیلی خوش مزه است بچه داشار هات عوض کرد با این هات دیگه میتونم بازی کنم خدای شکر اینجا واقعا صدا پا نداشتم گفتم همه پایینه یارو اسکن تو زوم وایس دادن پایینه واقعا میزنه بچه واقعا سر اشا کوچیک اینقدر از این تیک شده برام وای خیلی فشاره واسه میشه نیم ساعت بگیر رو یارو نمیره آخرام وانچا زرت وانچا ناموسم نامردی قبول دارین بچه سابسکرایبتون نره بریم برای 200 تا دیگه کلا 30 تا مونده فکر کنم 170 تا میگه دیگه میشه 178 تا 90 30 تا دیگه کلا 30 تا دیگه مونده اصلا این 31 دیگه چه حساب کنیم بریم برای 200 تا و خواهد بزرگتر بشه خب اینجا قدم ببین اینجا این زونه که داشت رو برگرد خال تو سیا یارو دیدم یه موومنت عقبش رفتم وات اساسشون بچه‌ها بگیرید و ماشا میشه داشت رو یه هد براتون بزنم بچه‌ها خیلی خوشحالم ویدیو دیدید
خواهد با همه تونم تا ویدیو بعدی.